آیا تا حالا برکت گرفتید؟ یه 2 نفر برکت گرفتن. آیا تا حالا برکت گرفتید؟ آمین. خدا رو شکر. چون اگه نگرفته باشی من تعجب میکنم، چون من که گرفتم. واقعا این رفاقتی رو که داشتیم تا به حال در کلام خدا برای من که باعث برکت و بنا شد و مطمئن هستم همون روح فقط در من نبوده بلکه در تمام این کلیسا خرامیده، قبل از اینکه ما بیایم بوده و همه ما لمس شدیم. ولی برای چی لمس شدیم؟ و حالا نتیجهش چی هست؟ باید به این مسئله هم فکر بکنیم عزیزان. شما زمانی که کلیسا میای باید بدونی غیر از اینکه وقتتو گذروندی، بعد از اون چه اتفاقایی میفته و چه نتیجه‌ای خواهد داشت. ثمرش چی هست؟ شما اگه ثمره نداشته باشی وقت تلف شده برای هر کاری. امروز اگر که سر کار میری، اگه حقوق بهت ندن وقت تلف شده. درسته که یه سری چیزا رو یاد گرفتی ولی در اصل به خاطر پولش میری سر کار. چون اگه به خاطر فقط یادگیری بری دیگه سر کار نمیری، میری دانشکده، میری یه جایی که محل آموزش باشه. نه؟ پس کلیسا هم وقتی ما میریم ما باید ثمره داشته باشه. من میخوام اینو بگم که شما از خودت بپرس، به من جواب نده که این مدتی که کلیسا میای، چه اینجا چه در جاهای دیگه، اگه مسیحی قدیمی هستی، تا به حال چه ثمراتی در زندگی شما آورده؟ میوهش چی بوده؟ یا اینکه هنوز داریم میدویم، هنوز میوهی نداریم یا نمیدونیم میوهمون چی هست. خیلی مهمه. 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 95 سال کشیش میرزایی هستن، سالها خدمت کردن، باید بدونه ثمرش چی هست، وگرنه بیهوده احساس میکنه. و مطمئنم اگر بیهوده احساس میکرد بعد از 95 سال امروز پیش ما تو کلیسا نمیشینست. شکی داریم؟ چون اگه میدونست وقتش تلف میشه دیگه تو این سن و سال اینجا نبود. پس میدونه که وقتش تلف نمیشه. خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود برادرم کشیش میرزایی، چون هیچ که دوست نداره وقتشو تلف کنه. میخوام تشویقت بکنم که وقتی که از کلیسا میری از خودت بپرس، از خدا بپرس که امروز چی گرفتی؟ چرا گرفتی؟ چی کار باید بکنی؟ حالا چه شد؟ برادر پیمان اینو گفت، برادر فهیم اینو گفت، اون کشیش اینو گفت، اون برادر اونو گفت، اون خواهر اینو گفت، اینجوری سرودم، تو دعا اینجوری بود، توی سرودها اینجوری خوندم. چرا؟ چی میشه؟ این خیلی مهمه برای من و شما. من و شما یه سری وظایفی داریم که باید انجام بدیم. یک سری چیزهایی هست در مورد کتاب مقدس که باید بدونیم و اون نیاز به دانشگاه رفتن نداره. شما اگر هنوز ایمان آوردی یا نیاوردی، میخوام اینو بهت بگم، یک سری چیزهایی هست که باید ما بدونیم. اگر میخوایم، توقع داریم که عیسی مسیح تو زندگی ما کار بکنه، خدایی که شاید هنوز نشناختیم، هنوز به اسم عیسی هم نمیشناسیمش، اگر توقع داریم که خدا در زندگی ما کار بکنه، چون خود عیسی مسیح وقتی اومد، وقتی خودش رو معرفی کرد، توقع نداشت همه قبول بکنن، ولی در تعالیمش، در کارهایی که انجام داد تو زندگیشون، بعد از اینکه به آسمون رفت، به اندازه کافی چیزهایی رو نشون داد، صحبتهایی رو کرد، تعلیمهایی رو داد که برای من و شما کافیه که ایمان بیاریم. و اگر ایمان بیاریم، اون وقتی که زیر فیضش قرار میگیریم، و اگر زیر فیض قرار بگیریم، اون وقتی که رابطه ما با خدا وصل میشه و ما میتونیم بگیم و بشنویم و میتونیم دریافت کنیم و اگر توقع داریم دعا بکنیم. و داستانی که شنیدید چطور آسمون باز شد، باز بود، یعنی بعد بارون اومد. اون شهادت الکی نیست، همونجوری گفت افسانه نیست. اینطوری خدا جواب میده، به نوعهای مختلف جواب میده. تک تک ماها که مسیحی هستیم باید شهادت‌های متفاوت در زندگیمون داشته باشیم، چون در زندگی که ما داریم روزمره نفس میکشیم، غذا میخوریم، صحبت میکنیم، راه میریم، رفاقت میکنیم، این دنیایی هست که پر از شرارت و پر از مشکلات هست و ذات حتی خود ما هم پر از چیزهایی هست که
ما رو از قدوسیت و از خالص بودن در میاره و ما اگر بخوام یه مسیحی باشیم با ایمانمون باید روزمره در جنگ باشیم و وقتی در جنگ هستیم با مشکلات روبرو میشیم که باید حضور مسیح رو ببینیم، چون اون ما رو از مشکلات نجات میده. ما خودمون به تنهایی نمیتونیم. برای همینه که هیچ مذهب دیگه‌ای تا حالا نتونسته به طور کامل ثابت بکنه یا بتونه نشون بده یا بتونه بگه اوکی همه چی ریلکسه و خدا رو ما بشناسونه و ما رو به نقطه مقصد برسونه. همه مذاهب وعده هایی دادن که شما اگر در آخر عمر زندگی این کارا رو انجام بدی بعداً زیر قضاوت قرار میگیری، نسبت به کارهای نیکت بهت پاداش داده میشه، نسبت به کارهای بدت بهت مجازات میبینی. به خاطر همین خیلی ها سعی میکنن توسط کارهای نیک، حالا در کنار زندگی روزمره که 1001 کار ممکنه انجام بدن، در کنارش میخوان یه سری کارهایی بکنن که دلشون راحت بشه. کمک به این میکنن، بچه آداب میکنن، اون غذا میدن، نمیدونم به این چیز میدن، پول به اون میدن، سعی میکنن یه جوری خودشون رو ارضا بکنن با کمک های روزمره. یکی میخواد بره ناتوان از خیابون رد شه، دستش میگیرن ردش میکنن، به نابینا کمک میکنن، به شل کمک میکنن، سعی میکنن کارهایی بکنن که بتونن ارضا بشن توسط کارهای نیکشون، با اینکه این در اشتباه محضه. حقیقت اینه که ما توسط ایمانمون نجات پیدا میکنیم، نه کارهای نیکمون، و بعد توسط ایمان میتونیم کارهای نیک بکنیم. ولی یادت باشه هر کاری که بکنی مهم نیست چقدر کمک کردی، اون چیزها نیست که تو رو نجات میده. اما برگردیم سر موضوع اصلی که خود عیسی مسیح بیشتر میتونه خودشو معرفی بکنه و وعده هاشو همه چیزشو به ما بگه. اونطوری من فکر میکنم برمیگردم سر موضوع اصلی و اون چطور خدا عیسی مسیح خودشو معرفی کرد و از ملکوتش از همه چیز صحبت کرد. ببخشید من دوست داشتم که کتم تنم باشه ولی گرمه. که قسمت دوم از جلسه ایصد ما هست در عهد جدید که از موعظه سر کوه صحبت میکنه. عیسی مسیح خودش رو معرفی کرد در زمانی که کلام مقدس باز کرد، از اشعیا نبی خون که من آمدم تا کورا بینا بشن، لنگان خرامان بشن. خیلی خوب، ولی اون معرفی کافی نبود. خیلی هم ایمان نیاوردن، خیلی هم شاکی شدن. اما بعد از اون عیسی مسیح کارهایی رو انجام میده و تعلیمایی میده که یکی از اون تعلیم‌ها که یکی از بزرگترین تعلیم‌های شناخته شده در طول دنیا در زمان تاریخی که از زمانی که مسیح خودش رو نشون داده و ما تا به حال هیچ کسی نتونسته روی اون تعلیمی بیاره. اینو من نمیگم، تمام کسایی که مسیحی هم نیستن تو کتاباشون این نوشتن و گفتن. البته برای خیلی‌ها هنوز مبهمه، حتی برای خیلی از ایماندارا. برای منم خیلی وقت مبهم بود با اینکه ایمان داشتم، چون بعضی صحبتایی میشه که واقعا سخت فهمیدنش. چرا؟ چون نیاز به یک زندگی روحانی داره تا بتونیم بفهمیم. هوش روحانی، گوش روحانی، چشم روحانی. اما میخوام در موردش صحبت بکنم، سعی کنیم بهش فکر بکنیم. امروز من و شما به عنوان انسان میخوایم که خوشبخت‌ترین آدم‌ها باشیم، درسته؟ هر کی سعی میکنه که خوشبخت باشه، غیر از اینه؟ حالا به هر راهی که شده سعی میکنیم خوشبخت بشیم. البته هممون به هر راهی که شده نه، ولی انسان‌های زیادی هستن که به هر راهی که شده دست میزنن تا خوشبخت بشن. هدف خوبه، خوشبختیه، اما راهی که انتخاب میکنیم خیلی شرطه. و بعضیا متاسفانه راههای انتخاب میکنن که بعدش دیگه هیچ وقت اون خوشبختی رو نخواهن گرفت، بلکه منجر میشه به یک بدبختی جاودانه، منجر میشه به یک بدبختی که همیشه یه بار سنگین رو دوششونه. ممکنه به اون هدفهایی که میخوان برسن ولی خوشبختی واقعی رو بر نمیگیرن. چرا؟ چون هدف خالی کافی نیست. طریقه رسیدن به هدف خیلی مهمتر از اون همون هدفه. و عیسی مسیح برای خوشبختی واقعی به ما تعلیم میده در کلامش. به ما میگه که چطور شما میتونی خوشبخت باشی. و امروز من و شما میخوایم بشنویم یک بار دیگه که چطور میتونیم انسانهای خوشبختی باشیم. میخوام خوب توجه بکنی و اگر چیزی برات مبهمه بنویس رو کاغذ، روش فکر بکن، سوال بکن، از کنارش همینطوری نگذر. امروز میخوام چیزی رو بهت بگم که خوشبختی واقعی رو تو زندگیت خواهد آورد، اگر که تا حالا نداری، و اگر داری بدون که راه درستی داری میری.
خدا رو شکر میکنم برات. خوشبختی واقعی. از دو دید میخوایم نگاه بکنیم. عیسی مسیح در دو جا این صحبت ها رو کرده. البته در دو جای کلام ما اینو میخونیم. بعضی از استادان هستن که تفسیر کردن میگن که نه، دو جای متفاوت بوده. بعضی هستن میگن نه همونه، دوباره دارن تکرار میکنن. یکی در متی هست باب 5 موعظه سرکوب و یکی در لوقا هست باب 6. ولی مهم نیست که آیا دو بار اینو گفته یا یک بار گفته. لوقا تکرار کرده اونها همون، چون ما میدونیم انجیل از 4 زاویه مختلف زندگی عیسی مسیح رو نوشته. اگر بعضی از جاها به هم شباهت نداره چون از دیدای متفاوت نوشته شده، نه اینکه ضد نقیض باشه. ولی هر دو در رابطه با خوشبختی واقعی میگه. چون بعضیا میگن این نظرش به شاگردا بوده، ولی خب ما میدونیم مستمع دیگه‌ای هم داشته، افراد دیگه‌ای بودن که گوش میکردن، فقط شاگردا نبودن. بیشتر از هزاران نفر بودن که زمانی که مسیح صحبت میکرده داشتن گوش میکردن و اون افراد همه با هم برابر نبودن، افراد متفاوتی بودن. خیلی ها اومده بودن شفا بگیرن، خیلی ها اومده بودن فقط گوش بکنن ببینن این کیه اومده خودشو نبی میدونه. بعضی ها مذهبی بودن اومده بودن ایرادایی پیدا بکنن. هر کسی به یک دلیلی اومده بود اونجا. در اصل میتونم بگم کلیسا بود. اونجا البته رو تپه ایستاده شده بود، اینجا دیگه ما استیج درست کردیم. تپه نیست. صندلی‌ها خیلی راحت، اونجا رو صخره میشستن، رو تیکه چوب میشستن، یکی رو به درخت آویزون میشد. هر کی یه جایی برای خودش پیدا میکرد. ولی مستمع همون مستمعه. امروز ما هم همون کلیسا هستیم، همونایی که جمع شده بودیم. کسی برای نیازش اومده، کسی برای عادت اومده، کسی برای شفا اومده، کسی برای خوشبختی اومده، کسی برای هر کدوم از ما میتونیم دلیل داشته باشیم. حالا فقط من الان نمیگم، کلا کلیسای هفتگی رو دارم میگم. توی کلیسای شاید میری 4000 نفر نشسته، فرقی نمیکنه. کلا موعظه سرکوب زمانی که عیسی مسیح راز خوشبختی رو میگه افراد مستمع زیادی داشته. امروز شما کدومش هستی؟ برای چی گوش میکنی؟ و عیسی مسیح شروع میکنه. اولین چیزی رو که شروع میکنه، اولین قدمی هست که به عنوان یک ایماندار من و شما باید داشته باشیم عزیزان. اگر میخوای با مسیح رابطه داشته باشی، اگر میخوای مسیح جواب دعاهاتو بده، اگر میخوای زندگی سالم داشته باشی، اولین قدم عیسی مسیح داره میگه خوش به حال مسکینان. وقتی صحبت از مسکین میکنیم ما کاملا متضاد دنیای امروز صحبت میکنیم. هیچ که نمیخواد مسکین باشه. اصلا مسکینی با خوشبختی دو تا کلمه متضاده. ولی عیسی میگه، مسیح میگه خوش به حال مسکینان. میگه خوش به حال یعنی کسانی که از فقر روحی خود، مسکینان در روح داره میگه خوش به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. واو. اول از هر چیزی زندگی روحی من و شما، زندگی روحانی من و شما، روح من و شما مهمه برای عیسی مسیح، برای زندگی من و شما. خوش به حال کسانی که در روح فقیرن. اینجا میخواد که خداوند، ما میخواد که در حضور خدا با مسکینی، با فقر به حضور خدا بریم. میدونی چرا ما فقر داریم در حضور خدا؟ اگه قبول نداری میخوام بهت بگم، چون خدا قدوس و ما گناهکار. ما هر کاری بکنیم، تحت هر شرایطی، چقدر کمک بکنیم، چقدر پاک زندگی کنیم، 7 دفعه غسل بکنیم، هر کاری که بکنیم، باز هم مثل خدای قدوس نیستیم. موسی وقتی در برابر خدا قرار گرفت خوابید رو زمین. یوشع خوابید رو زمین، با صورت رفت رو زمین، چون میدونست خدا قدوسه و اون قدوس نیست. اگر من و شما بدونیم در برابر خدا میخوام قرار بگیریم، هیچ جرأتی اینو نباید داشته باشیم که سرمون رو بالا کنیم، چون خدا قدوسه و ما گناهکار. آیا این احساس در ما به وجود میاد یا نه؟ اگر نمیاد هنوز در روح مسکین نیستیم. نه برادر فهیم، من که گناهی نکردم، نه زنا کردم، نه دزدی کردم، نه مال مردم خوردم، هیچ کاری نکردم. وای بر ما وقتی اینطوری فکر میکنیم، چون اون موقع در برابر خدا مسکین نیستیم. اولین قدم مسکینی در روح هست در برابر خدا. هر کاری بکنیم خدای ما قدوس و ما گناهکار هستیم. آیا این احساس در تو هست؟
یا نیست. بدون مسکین بودن عزیزان، مسکینی در روح، نمیشه وارد ملکوت خدا شد. بذار بهت بگم، مهم نیست چند ساله ایمانداری، مهم نیست چه کار میکنی. عیسی به ما یاد میده برای اینکه بتونیم برکت پیدا کنیم، برای اینکه بتونیم واقعا تعالیمش رو بفهمیم، برای اینکه بتونیم با مسیح رابطه داشته باشیم، باید اول مسکین باشیم. مسکین شدن در روح یعنی خالی شدن از خود. ما باید اول از خودمون خالی بشیم. اگه خالی نشیم نمیتونیم مسکین باشیم، چون ما پر هستیم. طبیعت ما ناخواسته پره. هر انسانی که به دنیا میاد با یک سری عادات، با یک سری چیز، با نطفه گناهکار ما به دنیا میاییم. من و شما با طمع به دنیا میاییم، با حسادت به دنیا میاییم، با غرور به دنیا میاییم و ما باید خالی بشیم از اینها عزیزان تا بتونیم وارد ملکوت خدا بشیم. یعنی باید خالی بشیم تا از خدا پر بشیم، وگرنه نمیتونیم. خیلی وقتا خیلی ها فکر میکنن که مسکینی یعنی کم جرأت بودن. نمیفهمن معنی کلمه رو، چون دنیا یه چیز دیگه به ما یاد میده. قدرتمند باش، قوی باش، دست بذار رو زانو خودت، بلند شو، نمیدونم این کارو بکن. این چیزی که دنیا به ما یاد میده، چون ما رو از موضوع اصلی پرت میکنه. اما حقیقت اینه که ما باید در برابر خدا مسکین بشیم، در برابر خدا فروتن بشیم عزیزان. کلام خدا در اشعیا باب 57 آیه 15 میگه من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد، تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم. آمین. کلام خدا میگه من میخوام ارضا بکنم تویی که نیاز میدونی منو، تویی که وقتی میای کلیسا نیاز میدونی برای کلیسا میای، گرسنته، تشنته، میخوای بیای کلیسا که ارضا بشی، میای پر بشی، نه به خاطر عادت، نه به خاطر رو درواسی، نه به خاطر هر چیز دیگه، بلکه نیاز روحی توه. اون وقتی که خدا میریزه روحشو در تو، اون وقتی که خدا لمس میکنه تو رو، اون وقتی که رابطه تو یک رابطه شروع میشه با مسکینی در روح. خداوند در کلامش میگه در جاهای خیلی مختلف هست، در امثال هست، در اول پتروسه، در زبوره، در خیلی کلام بخونید ببینید چی داره میگه خداوند. خداوند میگه با متکبران مخالفت میکند لیکن به فروتنان فیض میبخشد. پس اولین قدم وقتی خدا میگه خوش به حال کسانی که در روح فقیر هستن، زیرا پادشاهی آسمان از آن اونا خواهد شد. چون شما وقتی قدم میذاری با مسکینی میری به حضور خدا، اعتراف میکنی که شما اون قدوسیت رو نداری، در برابر خدا با فروتنی پیش میری عزیزان. روح فروتنی بسیار مهمه برای یک زندگی ایماندار، وگرنه شما نمیتونی مسیحی باقی بمونی. حتی اگه مگه مسیحی هم شدم، یا هیچ وقت نمیتونی مسیحی بشی اگر غرور داشته باشی. باید با فروتنی به حضور خدا بری. خدای قدوس، اگر این کارو نکنی دو معنی داره، که معنی اول یعنی هنوز خدا رو نشناختی، چون اگه بشناسی خدا قدوسه. معنی دوم که هنوز خودت هم نشناختی، چون ما گناهکار هستیم. پس خوش به حال مسکینان در روح. دوم آیه 4 میگه خوش به حال ماتمیان. واو، عجب تعلیم خوشبختی، همش برخلاف دنیاست. چون خدا میگه شاد باش، هللویا، خوشحال باش، برو بالا بزن بخون شادی کن. اما اینجا عیسی مسیح داره چی میگه به ما؟ میگه خوش به حال ماتم زدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. واو.
شما هیچ وقت توجه کردی یا توی تعالیم شنیدی حتی غیر مسیحی ها برای هر چیزی یه متضادی هست؟ شیرینی تلخ داره، زشتی زیبایی داره، سیاهی سفیدی داره، شادی غم داره. نه؟ برای هر چیزی یه حالت متضادش هستش. و اینجا عیسی مسیح میگه خوش به حال ماتمیان. چرا؟ ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. یعنی چی؟ یعنی شاد خواهند شد. اینجا صحبتی که عیسی مسیح میکنه شادی دنیوی رو صحبت نمیکنه، چون مهم نیست شما چقدر شاد باشی. اگر از طریق لحظه دنیوی مثلا شاد باشی، لحظه ازدواجته، لحظه تولدته، لحظه قبولیته، نمیدونم گریجویشنته، هرچی ما در زندگیمون شادی های زیادی بوده که اومده و رفته. آیا پایداره؟ زمانی که بچه به دنیا میاد تو خونه چقدر شادیه، زمانی که پدرت میمیره چقدر غمه. این شادی ها موندگار نیست. عیسی مسیح از این شادی ها و از این غم ها صحبت نمیکنه، چون غم ها هم موندگار نیست. وقتی ما با خداوند در رابطه با خداوند داریم صحبت میکنیم، در رابطه با چیزهایی صحبت میکنیم که جاودانه است. عزیزان، کلام خدا رو وقتی میخونیم کلامیه که جاودانه است، چند هزار سال پیش گفته شده و هنوز داره گفته میشه هر روز در کلیسای خداوند، و زنده است و زنده انسانها رو زندگی میبخشه. پس ما از یه چیز روز زود گذر صحبت نمی کنیم که امروز هست فردا نیست. خوشگلی جوونی فردا نیستی، سالم نیستی، پیر میشی، قیافت عوض میشه. پولداری فردا نخواهی بود. چقدر حاجی‌ها خودکشی کردن، چقدر انسان‌ها بدبخت شدن، بنگرابسی کردن، فرار کردن به خاطری که امروز پول دارن فردا بدبختن. اینها چیزایی نیست که ما ازش صحبت میکنیم. خوشبختی واقعی رو که عیسی مسیح صحبت میکنه چیزی هست که درون شما به وجود میاد و هیچ وقت از بین نمیره. ما از اون خوشبختی صحبت میکنیم، از اون خوشبختی عیسی مسیح ما درس میده، درست متضاد تعلیمی که ما در جهان میگیریم. انگیزه شما برای خوشبختی چی هست تو زندگی عزیزان؟ خوب فکر بکنید و به خودتون جواب بدید، چون این رابطه مال شماست. اینجا ماتمی که عیسی مسیح داره ازش صحبت میکنه ماتم از حقیقتیه که گفتیم از اول خوش به حال کی مسکینان در روح. چرا؟ چون شما متوجه میشی که خدا قدوسه و تو گناهکاری و برای اون گناه باید ماتم گرفت، باید ماتم بگیریم. درست زمانی که شما اشتباهی کردی میخوای بری در برابر دادگاه، میدونی که باید بری جواب بدی، میدونی که اشتباه کردی، شهادت هم هست، همه چی هم هست، هیچ راه در روی نیست. یک غم خاصی درونته که ای وای حالا من چی بگم، چی کار کنم. معمولا وکیلا بهت این ادوایز میدن که قبول بکن که گناهکاری، قاضی جرم تو کمتر میکنه، چون همه چی روشنه. اگه قبول نکنی گناهکاری باید بره ترایل و نمیدونم یک سری مراحلای دیگه داره که خرج دادگاه زیاد میشه، اون وقت اون حکمی که باید بهت داده بشه داده میشه. ولی وقتی قبول میکنی، اعتراف میکنی گناهکاری، قاضی میگه خیلی خوب فهمیده گناهکاره، بازم جرمش باید بهش داد ولی یه خورده عفو میخوره، کمتر بخشش بیشتری هست. این قانون دادگاه مدنی امروز اگه بدونی ندونی نمیدونم تا چه حد آشنا هستی. یکی از خدمت‌های من تو دادگاهه، میرم میام داوطلبانه و خیلی شاید خیلی بارها و بارها رفتم. پس بنابراین ما باید اول قبول بکنیم که گناهکاریم و به خاطر گناهی که داریم عزیزان ماتم بگیریم. میدونید چرا ماتم؟ چون اگه واقعا ما قدوسیت خدا رو بفهمیم و گناهکاری خودمون رو بفهمیم این باعث ماتم میشه و اون ماتمه که ما رو به روح توبه میکشونه. لذا بهت بگم کلید اصلی، اگر شما توبه نکنی وارد ملکوت خدا نخواهی شد. باید توبه بکنیم. بنی اسرائیل سالها و سالها و سالها گناه کردن، معجزه دیدن، معجزاتی که امروزه اصلا خیلی‌ها افسانه میدونن، چون همچین اتفاقایی میگن مگه میشه بیفته، مگه میشه دریا باز بشه، مگه میشه نمیدونم رودخانه همش آبش به تبدیل به خون بشه، مگه میشه این همه قورباغه بیاد، مگه میشه نمیدونم این اتفاقا بیفته. به صورت افسانه میدونن ولی این معجزه ها شده، حقیقت داشته، ولی باز هم توبه نکردن.
فکر کردن که اشتباه کردن، قبول کردن که اشتباه کردن، اما توبه نکردن. درست مثل اون خلافکاری که 10 دفعه میفته زندان ولی بازم میاد بازم خلاف میکنه، تو دادگاه قبولم میکنه چون میگه عفوش کمتر میشه، ولی بازم دوباره بعد میاد بیرون خلاف میکنه. قبول کردن کافی نیست، ما باید فهمیدن کافی نیست، باید ماتم بگیریم برای غم هامون و باید ماتم بگیریم برای گناه هامون، باید ماتم بگیریم برای گذشتمون و در برابر خدا توبه بکنیم. زمانی که توبه بکنی اون وقتی که روح شادی در توبه وجود میاد، اون وقتی که شما شادی آسمانی رو میگیری، شادی که هیچ وقت دیگه از بین نمیره. حتی اگر در زندگی روزمره در مشکلات قرار بگیری، حتی اگر جسماً مریض بشی و درد داشته باشی، اما شما شادیت که خداوند بهت داده ازت گرفته نمیشه، چون توبه کردی، چون عوض شدی، تبدیل شدی. خیلی ها میگن برادر فلانی میاد دروغ میگه مسیحیم، میگه دروغ میگه مسیحیم. میگم اشکال نداره، آره من اینجوری اونجوری بود، اشکال نداره. خیلیتون راحت باشه، کسی که مسیحی واقعی میشه زندگیش تبدیل میشه، چه دروغ بگه چه راست بگه، اگر واقعا مسیحی شده باشه زندگیش تبدیل میشه. نیاز به شهادت دیگران نیست که خدا رو شکر تبدیلی میاره، شهادت هم میاره. چقدر من و شما برای گناهمون ماتم میگیریم؟ ما معمولا ماتم نمیگیریم. چیزی که اشتباهی که خودم هم درش بودم خیلی وقتا گفتم اشتباه کردیم. خودمون رو ارضا میکنیم از اینکه اشتباه کردیم. اشتباه هم که میکنی اشتباه گناهه. ماتم بگیر، بفهم دیگه اشتباه رو نکن. تا زمانی که به گناهامون به همون طریقی که خدا به اونها نگاه میکنه ما نگاه نکنیم، روح توبه در ما نمیاد. درسته که خدا میبخشه، ولی زمانی که توبه بکنیم خدا میبخشه. توبه حقیقی اون وقته که تسلی پیدا میکنیم. بارها شده شهادت‌های شنیدم زمانی که افراد ایمان آوردن به عیسی مسیح، میگه زمانی که قبول کردم مسیح رو، انگاری که یک احساس خاصی بهم دست داد که نمیتونم اونو بگم، بلد نیستم، نمیدونم با چه زبونی اون احساس رو به شما بگم. هر کسی باید خودش تجربه بکنه. چرا؟ چون یک باری از دوش شما برداشته میشه، یک لذت واقعی میاد، ولی به شرطی که توبه واقعی بکنیم و اون وقتی که شادی آسمانی در ما به وجود میاد. آیا حاضریم که در برابر خدا توبه بکنیم؟ آیا حاضریم در برابر گناهامون توبه بکنیم؟ آیا حاضریم در برابر کلیسا توبه بکنیم؟ آیا حاضریم اینطوری بگم اجازه بدیم که خدا زندگیمون رو تبدیل بکنه؟ آیا دنبال خوشبختی واقعی هستیم؟ همه اینها یک حلم است، هیچ فرقی نمیکنه. هر چی میگم همش به یک جا ختم میشه. ممکنه اسم توبه زیاد برات قشنگ نباشه، ولی اسم خوشبختی واقعی رو خیلی دوست داشته باشی. ولی عزیز من یکیه. توبه هست که به خوشبختی واقعی تو رو میرسونه. به رنگ و روش نگاه نکن، حقیقت رو قبول کن. آیه 5 سومی، خوشبحال‌ها. چند تا خوشبحال‌ها داریم. این خوشبحال‌ها بسیار مهمه عزیزان. اصول زندگی مسیحیه، حقیقت کلامه. خوشبحال کیا؟ حلیمان، فروتنان. کدوم فروتنان؟ ما اول صحبت کردیم فروتنان در برابر خدا، حالا میگیم فروتن در برابر دنیا. کسی که در برابر خدا فروتن بشه، در برابر دنیا فروتن شدن براش کاری نداره. خیلی وقت ما میگیم نه در برابر خدا فروتن هستیم ولی پیش مردم قیافه میگیریم. غرورمون نشکنه. باور کن در برابر خدا هم فروتن نشدیم. چون اگه بشیم راحت میتونیم در برابر انسان هم فروتن بشیم. چرا؟ چون اون وقت انسان ها رو دوست داریم. وقتی ما با خدا آشتی میکنیم، وقتی پیش خدا توبه میکنیم، وقتی پیش خدا فروتن هستیم، خداوند روحی رو در ما میریزه که اون باعث محبت میشه. خدا محبته و اون محبت باعث میشه دیگران رو دوست داشته باشیم. وقتی ما دیگران رو دوست داریم پیششون دیگه غرور نمی کنیم. خیلی به هم وصله. نیاز نیست من بیام قسم بخورم که من مسیحی هستم. رفتار کردار من در جامعه، در کلیسا نشون میده من مسیحی هستم یا نیستم.
حالا بیا هی پشت سر این حرف بزن، پشت سر اون حرف بزن، اینو ایراد بگیر، اونو ایراد بگیر، ای میزش کج بود، ای نمیدونم فلان بود، ای لباسش اینطوری بود. یه خوش به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. خوشبختی واقعی یعنی مالک جهان بودن، مالک زمین بودن، مالک ملکوت آسمان بودن، یعنی شریک خدا بودن. عزیزان ما با خدا شریک هستیم در دنیا، منتها ما به خاطر گناهمون از شراکت برکنار شدیم چون خیانت کردیم، اما خدا این فرصت رو دوباره به ما داد که ما در این دنیا باهاش شریک بشیم. از زمان آدم و حوا خدا میگه ما انسان رو شبیه خود آفریدیم و بعد شروع میکنه وقتی صحبت میکنه هی یکی یکی توضیح میده که چطور گفت و شد. بعدن میگه انسان برای تموم این کائنات اسم گذاشت و اختیار به ما داده شد. برای همینه که ما میتونیم حکومت بکنیم، حیوانات رو رام بکنیم. دنیا تو دست انسان هاست. نه؟ ما شریک خدا هستیم یه جورایی، خودمون هم نمیدونیم خیلی وقتا. اما به خاطر گناه از لحاظ روحانی شراکتمون قطع شد. اما خدا یک بار دیگه میگه من تو رو میخوام شریک خودم بکنم در خون مسیح، به شرطی که ایمان بیاری، به شرطی که توبه بکنی، به شرطی که مسکین بشی در روح، در برابر من، در برابر دنیا، به شرطی که مردم رو دوست داشته باشی، به شرطی که دیگران برات عزیز باشن. خدا محبت عزیزان، چون فیض اون به ما نشون میده، چون اون اول به ما محبت کرد. اون وقتی که ما با اون شریک خواهیم شد، مالک این جهان و آن جهان خواهیم شد، مالک دنیا خواهیم بود. آیا دوست داری که خوشبختی واقعی داشته باشی؟ دوست داری که مالک دنیا بشی؟ که کاملا این بر ضد تعلیمی که تو دنیا داده میشه. فروتنی یعنی چی؟ اگر میخوای وارث زمین بشی باید پول و قدرت داشته باشی، به شهرت برسی. بله خیلی ها هستن که به اسم در کنار اسم مسیح به شهرت میرسن، به قدرت هم میرسن، ولی مالک دنیا نیستن، چون غرور نمیذاره. داریم متاسفانه. یادتون باشه شرط اول مشهوریت نیست که این دنیا میگه، درست برخلاف این دنیاست. فروتنی هست در برابر خدا و در برابر انسان. اولین خوشا به حال برای فروتن در برابر خداست و سومین تعلیم که دومین خوشا به حال میشه، سومین خوشا به حال میشه برای کسی که فروتن در برابر کی باشه؟ انسان ها باشه. آیا فروتن هستیم در برابر همدیگه؟ این بسیار کار مشکلیه، من میدونم، چون خود من برام سخته. چیزی نیست که من به شما بگم، خودم روزمره باهاش میجنگم. برای همین اول میرم در حضور خدا، از اون قوت میگیرم. هر روز روح تبدیلی رو میخوام، همونطور که حضرت داوود خواست، در من یک روحی تازه بیافرین خدا. نیاز داریم. عیسی مسیح در متی باب 11 آیه 29 میگه از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل میباشم. خداوند ما عیسی مسیح عزیزان به عنوان پادشاه یهود شناخته شد. هنوز که هنوزه مشهورترین پیامبر، از لحاظ پیامبرا بخوای نگاش کنی، مشهورترین شخص از لحاظ انسان تو دنیا بخوای حساب کنی و تنها خدا و راه نجات و هستیه. کجا به دنیا اومد؟ توی طویله. چجوری مرد؟ روی صلیب. هیچ وقت به این فکر کردی؟ پادشاه ها میکشن شما رو، میکشن انسان ها رو تا حکومت بکنن برشون، اما عیسی مسیح خودشو کش تا حکومت بکنه بر قلب من و شما. اون پادشاهه، پادشاه اصلی اونه. ببین چقدر فرقه بین ملکوت آسمان و ملکوت دنیا، فلسفه آسمانی و فلسفه دنیوی. کدومشو دوست داری؟ خدای ما توی طویله به دنیا اومد و روی صلیب رفت. میگه نزد من آیید، از من تعلیم بگیرید زیرا که حلیم و افتاده دل هستم. آیا حلیم و افتاده دل هستی؟ نمیدونم. اگه هستی باید ثمره روح داشته باشی. غلاطیان
باب 5 از ثمرات روح صحبت میکنه. باید دیگران رو دوست داشته باشی، صبر داشته باشی، دیگران رو ببخشی، شادی داشته باشی، روح گلگی نداشته باشی، شکایت نکنی، زنا نکنی، عیاشی نکنی. آیا روح خداوند در تو هست یا نه؟ لذت ببری با حکمت خدا، از طریق خدا، روح خوشبختی واقعی. همونطور گفتم خیلیا حلیم بودن و فروتن بودن و فکر میکنن ضعیف بودن در برابر دیگرانه، اما باور کنید خیلی خیلی باید قوی باشی تا بتونی در برابر کسی که به تو توهین میکنه هیچی نگی. خیلی خیلی باید قوی باشی تا هر کی این ور گوشت میزنه اون ورم بیاری بگی این ورم هم بزن. باید قوی باشی، وگرنه نمیتونی. چطور این کارو بکنم؟ درونت، ضعف درونت نمیذاره. پس فروتن بودن نیاز به قوت داره، نه ضعف. ضعیف نیستی. اما چطور میتونی فروتن باشی؟ چطور میتونی قوی بشی؟ به شرطی که اول در روح مسکین بشی. باید برای گناهات ماتم بگیری تا شادی آسمونی بیاد. چرا؟ چون منجر به توبه میشه. ما از مذهب صحبت نمی کنیم، از زندگی روزمره، حقیقتی که من و شما باید در شادی باهاش باشیم زندگی می کنیم. شادی که همیشه با ما خواهد بود. در کلام خدا دوم قرنتیان به ما میگه، باب 5 آیه 17 میگه کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. آیا حیات تازه داری؟ آیا متحد هستی با عیسی مسیح؟ چون وقتی حیات تازه داری، متحد هستی، شادی آسمانی داری، خوشبخت واقعی هستی. یا اینکه هنوز داری گلگی میکنی از دنیا، خودتو طلبکار میدونی، دنیا رو ظالم میدونی. چطور زندگی میکنی؟ میخوام چند تا اشاره بکنم به کسایی که فروتن هستن. اول کسی که فروتنه با لج و لجبازی و با نمیدونم یک احساس ستیزجویی دنبال حق و حق گرفتن نیست. نمیدونم امروز تو زندگی کجا داری زندگی میکنی، چطور ده هستی، چطور برخورد میکنی با گذشتت، که این حق منه، من این کارو بکنم فلان. کسی که حلیمه میبخشه. دوم، اگر همونطور گفتم، اگر که واقعا فروتن هستی، وقتی بهت تهمت میزنن، وقتی تو رو آزرده خاطر میکنن، تو براشون دعا میکنی، تو میبخشیشون، تو نیکی و اونها رو میخوای. نه اینکه حالا بذار سرش بیاد، بذار. من و شما حق انتقام نداریم. خداوند عادله. اگر قرار باشه کسی تاوانی چیزی پس بده، در برابر خدا پس خواهد داد. و اون خدا خدای عادله. و اون خدا من و شما رو بخشیده. به چه حقی ما دیگران رو نمیخوایم ببخشیم؟ کسی که حلیمه بخشنده است. وقتی که به گناه دیگران فکر میکنی و لج و ضد تو رو میگیره، روح انتقام در افکارت پر میشه، به گناهان خودت در برابر خدا فکر کن و ببین چطور، آیا میتونی ببخشی یا نه. پس شخصی که حلیمه هیچ وقت در صدد انتقام نیست عزیزان. کسی که حلیمه همواره در صدد تعلیم آموختن هست. یک شخص فروتن همیشه در حال تعلیم گرفتن هست. من از این یاد بگیرم، برو بابا، مثلا اون موقع که من درس میخوندم دانشگاهی هنوز به دنیا نیامده بود. از وقتا این فکر رو میکنیم. تحصیلاتی که من دارم این چی میدونه؟ زمانی که بابا من اونجا بودم اصلا این جوجه بود شیر میخورد، پسونک دهنش بود. وای بر ما زمانی که این حرفا رو میزنیم. میدونی چرا؟ چون زمانی که ما دیگه تعلیم پذیر نیستیم و اون زمانی که ما باید با این حقیقت رخ بکنیم که حلیم نیستیم و وقتی حلیم نیستیم خوشبختی واقعی در زندگی ما نیست. اگر فرزند خدا هستیم در این صورت وارثان نیز
وارثان خدا هم خواهیم بود. هم ارث با کی میشیم؟ با عیسی مسیح. در رومیان باب 8 آیه 17 میگه. و ما باید این مسئله رو درک بکنیم عزیزان. وقت خیلی کم داریم، صحبت خیلی زیاد. خوش به حال گرسنگان و تشنگان عدالت. آیه 6 میگه خوش به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی خدایی هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. گرسنگی دنیوی نه. البته زمانی که شما گرسنه هم باشی، فرض کن 2-3 روز غذا نخوری، چه احساسی برات داره؟ خدا رو شکر میکنم در طول جلسه برادر پیمانم میگفت که خوبه که نیاز خودمون رو بدونیم به کلیسا میاییم. آیا نیاز خودت به کلام خدا میدونی؟ در خانه، در منزل چقدر کلام میخونی؟ عزیزی به من گفت که برادر ما میبینیم بچه‌ها خیلی ها هستن اینجا خیلی وقت کلیسا میان، 2 سال کلیسا میان، میگن ما قیماندار هستیم، شما چه تعلیم میدی؟ هنوز خیلی هیچی اصلا نمیدونن. گفتم آره، دلیلش اینه که فقط توی کلیسا شنیدن روز یک شنبه یه روز بایبل استادی کافی نیست. شما باید بریم منزل هر روز کلام خدا رو بخونی. باید هر روز کلام خدا رو مطالعه کرد. و کسی که واقعا تشنه کلام باشه سیر میشه. خداوند خداییه که سخیه، غنیه و همه ما رو سیراب میکنه. وقت زیادی نداریم، نمیتونم ادامه موعظه رو بدم، هفته دیگه میذارم ادامه موعظه رو، ولی میخوام یه سوال ازت بکنم. آیا حاضری در برابر خدا توبه بکنی؟ آیا احساس میکنی روح توبه درت هست؟ آیا احساس میکنی در برابر خدا نیاز به توبه داری؟ اشتباه هم کردی، اشتباه گناهه. من این نیاز رو همین الان خودم میدونم، میکنم. چون خیلی وقتا میگم اشتباه هم و گناه میدونم. رفتارم با بچه هام یه موقعی ناراحتی تندی میشه، با همسرم، در رابطه دیگری فکر میکنم. عزیزان اینها همه چیزهایی هست که ما هر روز باید در برابر خدا بیاریم. انسانایی هستیم که بخوایم و نخوایم در زندگی داریم، در طبیعتی هستیم که هم از درون که طبیعت درونی ما هست از ارث بهمون رسیده، هم از بیرون دنیایی هست که همه خیلی ها فکر میکنن قانون جنگله، حقت بگیر، جواب سنگ کلوخه، زدن تو گوشت بزن جوابشون بده. هم از درون هم از بیرون داخل جنگ هستیم. من میخوام توبه کنم. نمیدونم شما میخوای توبه کنی یا نه. اگه میخوای میتونی بیای با من ایستاد بشی و با هم در حضور خدا به حضور خدا بریم. توبه کردن سخته، حلیم شدن سخته. اگه دیگری فکر کنه من گناهکارم، چه فکری در مورد من میکنه عیسی مسیح؟ ولی تو چه فکری میکنی؟ تو میخوام منو ببخشی. در مرحله اول در حضور تو، در ملکوت تو، در پادشاهی تو، من خداوندا نمیتونم ایستاد بشم اگر فیض تو نباشه. خداوندا ای پدر آسمانی ببخش ما رو. ما انسان‌های گناهکاری هستیم. بگذارین ماتم ما به شادی تبدیل بشه. فکر میکردیم بیایم کانادا شاد میشیم، فکر میکردیم کدام مدرک رو بگیریم شاد میشیم، فکر میکردیم این اتفاق بیفته شاد میشیم، فکر میکردیم ازدواج بکنیم شاد میشیم، فکر میکردیم طلاق بگیریم شاد میشیم، فکر میکردیم بچه‌هامون بزرگ بشن شاد میشیم. اما خداوند این شادی واقعی، خوشبختی واقعی نمیاد. چرا؟ تو در کلامت وعده دادی که توبه بکنید. امروز خداوندا طبق وعده تو خداوندا باز یک بار دیگه به حضور تو میایم و توبه میکنیم خداوندا، تا شادی تو درون ما مثل چشمه دهن باز کنه پدر، و هیچ چیزی در آسمان و زمین نتونه این شادی رو از ما بگیره، چرا که تو این شادی رو به ما میدی. پدر جان ببخش ما رو. شکرت میکنم ای پدر آسمانی به خاطر فیضت. پدر یک بار دیگه زندگیمون رو به تو تسلیم میکنیم، یک بار دیگه قلبمون رو به تو تسلیم میکنیم، یک بار دیگه روحمون رو به تو تسلیم میکنیم و از تو میخوایم که ما رو ببخشی. پدر جان شکرت میکنم
خاطر این برادر خواهرای عزیزم پدر جان ممنونتم، به خاطر روح توبه، به خاطر روح محبت، به خاطر خداوند خوشبختی که به ارمغان برای اینها میاره پدر آسمانی. و همینطور برای من، برای تمام عزیزانی که خداوند از روی اینترنت به ما نگاه میکنن. پدر جان شکرت میکنم، تو اونجا هم هستی، خدایی هستی که در همه جا حی و حاضری ای پدر. پس روح شادی، خوشبختی واقعی رو بریز ای پدر جان. بگذار در برابر این سختی ها بتونیم با حکمت تو، با محبت، با فروتنی خداوندا پیش بریم و قدم برداریم تا بتونیم خداوندا نماینده های خوبی برای تو باشیم. در نام منجی عالم عیسی مسیح پدر جان دعا میکنیم، آمین. شکر میکنیم خداوندو. اینجور دعای ربانی رو برامون میذارید لطفاً؟ همه با هم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، اراده پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین. کشیش میرزایی صحبت میکشی که دعای آخر برای ما بکنی لطفاً؟ فرزندان عزیز، سلامت سوی جهان بروید، دل قوی دارید، به اون چه که نیکوست متمسک شوید، هیچ کس را بدی مرسانید. خداوند همراه شماست، خود را به او بسپارید، او شما را نگه می‌داره. قلبمان را به او بسپاریم. حال فیض خداوند ما عیسی مسیح و محبت خدا و رفاقت روح القدس با جمیع شما باشد و بماند از حال تا ابدالآباد، آمین. 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 خدا بهتون برکت بده.